به عنوان کسی که تا اینجای عمرش رو داد پای این که نکنه فلانی ناراحت بشه، نکنه راجبم بد فکر کنه، اشکال نداره حالا بذار ببخشم، اصلا سکوت کنم بهتره، بهتون میگم لطفاً هر جور که راحت هستین و حالتون خوبه زندگی کنید. اگه جایی بهتون فشار میاد و یا آزارتون میدن، با صدای بلند فریادش بزنید. شما تا جایی که لطمه‌ای به کسی وارد نکنید، بابت زندگی شخصیتون به هیچ احدی توضیحی بدهکار نیستید. شما تا جایی که لطمه‌ای به کسی وارد نکنید، بابت زندگی شخصیتون به هیچ احدی توضیحی بدهکار